چون گفتن که نوروز همین نامش زیبا است و تمام ملت هایی که این روز جشن میگیرن با نام تاجیکی تلفظ میکنن، یکی نوروز میگن در همه مملکت دنیا. برای چی؟ برای آنکه اساسگذار و پایه‌گذار این عید بزرگ ملت تاجیک است و این فصلی است که تمامی چیزی که در روی زمین وجود دارد به جنبش می آید، به حرکت می آید، یعنی طبیعت زنده می شود. پرنده و چرنده و درنده ها همه جفت می شود و آنهایی که به یکدیگر کین و عداوت دارند در این روز مبارک به آشتگی می رسند و اگر سخنهای نیک می گویند. بیهوده بزرگان نگفتند که گر بهار از نفس خود دل یخ آب کند، سخنی ناز کند گرم دل انسان را. در این روز مبارک به یکدیگر سخنی نیک گفتن، دل او را یافتن یک کاری ثواب است. شاعرها در این موضوع بسیار گفتند و باز هم میگویند، چون که این قدر فصل زیبای سال هست، این به قلم دادن و به گفتن آخر ندارد. یک شاعر بزرگ گفته است که قلم از شاخ گل باید تراشیدن در این موسم، که نافرمان نویسد از برای لاله فرمانه. رامدین عزیز، در همه روزهای نوروزی با کلین چی توفه کردید؟ اوه خیلی زیبا، خیلی زیبا. این برای شما. همین روز اینجا جر زدن، حالی توفه را نگرفتیم. توفه را در فکرش هستم، یکی سر فشارم بلند شد، در کلین چین کرد، یک دورو کرد، افکار کرد برای همین مهنتاش. انشاءالله یک توفه عالی جناب، ما قرضدار هستیم. تگمه‌اش رو پخش کنید. عجایبه؟ بسیار. چون که سلامتی ما، آبادی خانه ما در دست زن ما هست. همه که ما 50 سال شد به همون کلین در نظر داره. نه همون کلین اگه این روز سیری فاشکنی نیست باید شد. نوروز است دیگر چی که میگید؟ نه ثواب است آخر راست گفتن. آرام شو جانم، آرام شو. دو راه خلاصی داری سینه. راست؟ تو باید رفته خودت اقرار شوی. خودت. با چی؟ با خیانت. من که ساده هستم دارم میگفتم. از سادگی خواهش ما کلانتر است، یکی میگم شما گاز ما یاد بگیریم که شما چی توفه میبرید که ما هم از اون وقت پستر شده که بلندتر شده. سلامتی میخواهیم که از این نعمت بی‌بها دیگه برای انسان نیست.